دوستی خوب داشتن در روز قیامت، حتی در جهنم سبب نجات است، نجات مؤمن هست. ایمان دارد لیکن معصیت و گناه و دیگر زیاد دارد، به قدر گناهش باید در عذاب باید باشد. عذاب اون همه معصیت و ظلم و ستمش باید ببیند. لیکن میبینید که اهل جنت، دوستان خداوند عزوجل در جنت میگویند که پروردگار جنتت برای ما راحت نشد. پروردگار میگه جنتی من چی ندارد که برای شما راحت نشد؟ چی نمیرسد برای شما که جنتی من برای شما راحت نشده است؟ در جواب این جنتی میگوید که پروردگار ما در زندگی دوستی داشتیم که همیشه هم نشین، هم صحبت و رفت و آمد و از صحبت همدیگر بهره‌مند میشدیم، حلاوت میبردیم، لذت میبردیم از صحبت و از دیدار همدیگر. ولی اون دوستی ما با ما نیست در جنت. هر چقدر میپرسیم، سراغ میکنیم، میپالیم، نمیابیم. این جنت برای ما راحت نشد. پروردگار میگوید که بروید دوستی من رو از جهنم بکشید بیارید. ولی این جهنمی رهایی یافت پیش از مهلت به سببی کی؟ به سبب سراغ دوستش. وقتی که دوستش سراغش میکند، دوستی جنتی، انسان صالح، نیکی، نکوکار، وقتی که سراغ میکند، پروردگار دوستش رو از جهنم میکشد بیرون میکند پیش از مهلت. برای همین خداوند عزوجل دوست بدارد، دوستی خوب میدهد. دوستی خوب و صالح داشتن یکی از نشانهای دوست داشتن پروردگار است. حالا یکی از نشانهای دوست داشتن پروردگار راهبری عادل خیرخواه داشتن است. برادران علی اسلام بسیاری فکر نمیکنند. حالا ببینید بعضی چند سال پیش یکی از راهبرای کشور خطری در هیچ جا وای جان خودم گو گریخت رفت. مردم و ملت دولت همه وطن رو به یک گروهی افراطی یعنی واگذار کرد، گریخت رفت. خود جان خود گفته گریخت رفت. راهبری خیرخواه همیشه بالای مردمش، بالای ملتش، بالای مسلمان، جامعه و جمعیت مسلمان همیشه استوار مستحکم هست. ولی راهبری دیگری رو میبینیم که تا لحظه اخیر حتی در اداره کاریش به خاطر چیست؟ دفاع از وطنش، دفاع از ملتش، دفاع از کشورش جان به حق و شهادت به دست آورد. همین است راهبری خوب داشتن، یعنی این یکی از دوست داشتن پروردگار است. باید که مسلمان این همه رو قدر کند. حالا کشوری آرام و کشوری آباد داشتن، این هم یکی از دوست داشتن پروردگار، یکی از بهترین نعمت پروردگاری هست. باید که مسلمانی رو قدر کند، باید شکر بگوید. نمیبینیم بعضی کشورها رو از بالای مردمش یعنی تیر توپ ریخته ایستاده است. خداوند عزوجل این مظلومان رو نجات و پیروزی و ظفر نصیب روزی بگرداند و در این روزی سعید، روزی مبارک، روزی عید، روزی اجابت دعا، همه اون ظالمان رو پروردگار سرنگون و خوار و ذلیل بگرداند. ما میبینیم که چقدر ده ها هزار، زیاده از 20,000 کودک زنده بگور زیر بیناها و ساختمان ها و دیگر یعنی زنده بگور شدن. این همه به پاسخ نمیماند برادران علی اسلام. این وقت با وقتش اگر خداوند عزوجل دیر میگیرد بسیار سخت میگیرد، هیچ ممکن نیست نگیرد. برای همین همه این نعمتایی که من گفتم باید شکر گفت. حالا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، من در جلسه های حکومت ماهانه و گاه اشتراک میکنم. بعضی مسائل رو ذکر میکنن، میگن همین مسئله شب، همین مسئله اطراف همین فکر کردم، شب خوابم نبرد. راهبر دولتی که برای ملت و دولت و حکومتش نه شب نه روز حال ندارد، تلاش دارد، باید مردم شکرگزار باشند و دعا کنند که خداوند عزوجل خیر بدهد، برکت بدهد، کامیابی دهد، سعادت بدهد. امام مالک رحمت الله علیه میگوید که من اگر دعای اجابت شونده می داشتم ذخیره می کردم برای امیرها
چرا؟ به خاطر که اگر خداوند عزوجل اون امیر رو هدایت کند و نسبت مردمش مهربان کند و حالا ببینید که شب خوابش نبرد برای مردمش و برای کشورش و برای ملتش و دائم در فکر آبادی و آرامی باشد، از این دیگر نعمت بهتری هست. برای همین میگم من اگر دعای اجابت شونده می داشتم ذخیره میکردم برای امیرو، تا اینکه دعا کنم در حق امیر رهبر، تا اینکه باز هم پروردگار مهربانترش کند، با برکتترش کند، همیشه در فکر مردم باشد، آسودگی مردم، کامیابی مردمش باشد. اینه که از وظیفه های ایمانی هر مسلمان است که در حق خود و در حق پدر و مادر خود و در حق فرزندان خود، حتی در حق یعنی همسر خود، شوهر خود و در حق برادران مؤمن خود. حالا ببینید ما نماز را خلاصه میکنیم با چی؟ اللهم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. یا اینکه در اتحیات میگیم که السلام علینا و علی عباد الله صالحین. یعنی این همه دعا در حق چیز؟ برادر مؤمن. و همیشه باید این دعا باید باشد. مؤمن باید آگاهانه از عمق قلبش با صدق و صفا، با کمال تواضع و با کمال ادب، یعنی باید که چیز دعا در حق برادر مؤمنش بگوید. ولی میگه پروردگار من رو رحمت و مغفرت کن، پدر و مادرم رو رحمت و مغفرت کن، پروردگار جمله مؤمنین چی مرد چی زن رحمت و مغفرت کن، جمله مسلمین چی مرد چی زن رحمت و مغفرت کن، پروردگار این همه رو چی حیات هستند چی گذشتند همگی رو رحمت و مغفرت. ببینید حالا یعنی دعای مؤمن در حق مؤمن.